توی ویدیو قبلی ارتفاع جلوی ماشین شارژی رو آوردم پایین و حتی توی ویدیو بعدش عقبش شد. الان که می‌بینید یه مشکلی پیش اومده. مشکل اینجاست که ارتفاع ماشین شارژی عقبش خیلی اومده پایین و جلوش بالاتره. کار انجام بدیم واسه اینکه ارتفاعش هم اندازه بشه. بله، باید ارتفاع جلوشو بیاریم پایین. که ارتفاع عقبش رو آوردیم پایین، من گفتم تو کامنت ها بگین ارتفاع جلوش هم بیاریم پایین. گفتیم بله اگه میدونید هیچ مشکلی پیش نمیاد، اگه اتفاقی نمیفته بیارش، مشکل نداره. من هرچی فکر کردم دیدم اتفاقی که میفته یه خورده یعنی چیزی کمتر میشه، فشار کمتر میتونه تحمل کنه، ولی خیلی خطرناک نیسته. پس بریم انجامش بدیم. مثل ویدیو قبلی بچه‌ها باید ویدیو رو این ماشین شارژر بزنیم روی خرک، ولی قبلش بذار از یه اندازه بزنم. وقتی که اندازه ها رو زدیم باید ماشین شارژر رو بذاریم روی چهارپایی. می‌دونید وقتی که ارتفاع جلوش داشتم می‌آوردم پایین که شوتیش کنم، این چهارپایی نبود. این عجیب بود. عجیبه. خب حالا پا میشه اینو بلندش می‌کنی. چقدر سنگین شده، چه باتریشو گذاشتم دیگه خیلی سنگین شده. چرا ول شده. اوکی شد. مثل اینکه اوکی نشد، دیلایتش هم کنده شد. خب یه دور دیگه بریم. چهارپایی کی اولش داد بردش جلو. ضربه‌ای که ما ماشین شارژر زدیم جفت دیلایتش کنده شد. چه بعد کار خیلی سخت میشه. میریم سراغ سنگ فرز و باید اگر یه ذره یعنی 1 سانت اشتباه کنیم ماشین اینجوری میشه. خب یعنی اگه 1 سانت اشتباه کنیم ماشین اینجوری میشه، کج میشه. باید حواسمون باشه که اندازه رو درست ببریم و حتی اینا همه کار رو درست انجام بدیم. توی مرحله اول مینی فرز رو می‌ذاریم توی بر. حالا باید صفحه‌شو عوض کنیم. صفحه‌شو از صفحه برش از صفحه صاف برداریم بزنیم صفحه برش که باریک‌تره. خب تا چه تابی. حالا اوکی. حالا باید لاستیکاشو وا کنیم. اول این لاستیکو باز میکنید را. بچه‌ها راستی ویدیو لاستیکاش این رنگ کردیم. بریم ببینید خیلی باحال شد. بچه‌ها من اصلا می‌خواستم لاستیکاشو کلا عوض کنم. خب ولی اتفاقی افتاد تو ویدیو، اگه ببینید متوجه میشین. دیگه نتونستم عوضشون کنم. خیلی باحال بود. ولی ای کاش عوضش می‌کردم. حالا شاید اگه شما حمایت کنید این ویدیو رو لایکش کنید، کانال سابسکرایبش کنید، لاستیکاش عوض می‌کنید. این رنگای خوشگلی براش می‌سازیم یا می‌زنیم روش. ببین الان ما باید اینو بازش کنیم. صبر کن. اینا چقدر تو هم دیگه‌ن ها. بچه‌ها الان که می‌بینید ما اینو در آوردیم، حالا کاری بینه باید اینجا رو 2 سانت ببریم. 2 سانت ببریم. اگر بیشتر از 2 سانت ببریم این لاستیک گیر میکنه توی گلگیر و دیگه نمیتونیم بچرخونیمش. به همین خاطر بیشتر 2 سانت نباید ببریم. اگر بیشتر ببریم اینجوری دوباره شوتی میشه. اینجوری که متوجه شده این خودش پروفیل 2. خب اصلا کاری نداره پروفیل 2. اگه پروفیل 2 ما باید کل پروفیل رو ببریم. یعنی الان صبر کن، کل اینجوری باید اینجا بره تا اینجا باید بریده شه. اگه دستگیری باشه بریم سراغ کار. بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه الان هیچ زوری که نداره. نگاه دیگه شد برای خود را، یعنی الان من بشینم توش که خم میشه. باید چیکار کنیم؟ دیگه چاره ای نداریم، باید همه‌شو ببریم. حالا بعدش اگه ببینیم وضعیت خراب شد یه فکر دیگه ایده دارم براش انجام بدم. بچه که درش نیاریم راحت‌تر نیستیم.
بولین الان بریدم. بچه‌ها اگه خواستین اسپری کنید خنکی چیزی اینو بزنی اسپری رو چسبی 1 2 3 درجنه خنک میکنه. خیلی باحاله. حالا باید ما اینو اینجوری ببریم پایین. من چیکار کنم بچه ها؟ ما باید الان اینو زیرش نمیره میترس هیچ جوری زیرش بگیر ببره. باید حتما کلی میلور در بیاریم بعدش ببریم. بعدش هم الان میریم اون ورا همه اینجوری صافی که میبریمش بعدش باز میکنیمش کامل همش میبریم. اون دیگه من فیلم نمیگیرم. ولی قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو میخواستم بگم که تا حالا شده توی خیابون یه جاده‌ای داره میری ولی نور کافی نداشته باشی، یعنی دید خوبی نداشته باشی، قطعا همچین اتفاقی برای تو افتاده. چرا؟ چون که یا نور خیابون کم بوده یا نور ماشینت. نور خیابونه که تو اصلا نمیتونی کارش کنی که مال شهرداریه که اصلا هیچی، ولی نور ماشینتو چرا میتونی زیادش کنی. اما چجوری؟ ساده راحت میتونی به طور فابریکی نور ماشینتو زیادتر کنی. چجوری؟ نصب هدلایت، یعنی میتونی همین هدلایت ها رو به طور فابریکی روی ماشینت نصبشون کنی، یعنی با لامپای فابریکیت عوضشون کنی، نور بیشتری میگیری، گرمای کاسه چراغت کمتر میشه و حتی مصرفشون هم کمتره. تازه حتی 6 ماه گارانتی دارن و با قیمت خیلی مناسب. تازه من میگم تازه خلاصه آقا تازه توی برندهای T43 و حتی کامپکس و همه رنگ‌ها و همه پایه‌هاشو موجود دارم. راستی اگه میخوای به من سفارش بدی حتما توی آیدی اینجایی که نوشتم پیج اینستام دایرکت بده و سفارش خودت انجام بده. بریم سراغ ادامه ویدیو. من همینجا میبینین این تیکر من کلا بریدم، این مال اون طرفشه. خب و این پایینش هم الان مثلا دوربین زوم کنه اگه فوکوس کنه اینجاش هم باید الان ببریم. خب کل این زیر باید ببریم، کل فشار میاد روی تیکه که نمیدونم الان میتونه وزنش رو تحمل کنه یا نه. بریم الان اینو باید بازش کنیم. این دیگه تایپ رلپس میبینیم که این دیگه 2 تا پیچ اینور داره 2 تا اونور و دیگه تمام. همینجوری که میبینید این تیکر کامل بریدیم، اینم هسته. فقط الان باید زیرش اینجوری ببریم. بزن بریم. این از اولیش که نخنش دور نه بچه وزنش میتونیم تحمل کنم. حالا میریم سراغ دومیش. اینم دومیش. این بچه خیلی نازکه تره. اینم اینجوری فکر کنم دوباره کج بشه چرا تو دوری معلومه این خیلی نازک تره، این یکم کلوف تره ولی نکن یکم سافت و همین آسانی. حالا بریم دست بهش کنیم ببندیمه. چه اینا از این الان ببندیمش. پیچاش من امرو عجله دارم میرم مسافرت همه خاطر باید سری ویدیو جمع کنم برم. خب یه ساعت دیگه باید بریم. من دارم اینجا ویدیو میگیرم براتون. حتما این ویدیو لایک کنید بچه‌ها، چنل سابسکرایبش کنید، زنگولش رو روشن کنید، بذارید روی آل تا هر وقت ویدیو جدید گذاشتم سری یوتیوب خبر بده. کمیتی سوال یوتیوب ویدیو جدید گذاشته، یوتیوب جدید گذاشته، ویدیو جدید گذاشته و شما رو ببینید. عشق منی. بچه‌ها ویدیو قبلی رو دیدی چطور بوده؟ یا اون ویدیو چیز مونتاژ کالیپر بود چی بود یادم نیست. ویدیو چهارشنبه این هفته، یعنی این هفته ای که شما دارید میبینین این ویدیوش 2 هفته دیگه میاد که تامنیل بود دستم شکست. اون بود چرخ خوردم زمین. اون خیلی باحال. اون بریم ببینید. واقعا یه دونه بهترین ویدیو هم شد که خیلی خودم خوشم میاد ازش با ویدیو قبلی. اون 2 تا ویدیو واقعا خیلی باحال بودن از نظر خودم. حالا نظرتون چیه؟ حتما تو کامنت ها بنویسید ببینم نظرتون چیه. ای ویدیو خوشتون میاد یا نه؟ بعدش هم بچه‌ها بگین تو چه سبکی دیگه ویدیو بسازم. کجا؟ دوچرخه ماشینی. حالا
ببین خیلی خوشگل خم میشن. حالا خم شد خم نمیشه. بیا دیگه هم بچرخونمش دیگه تمام. اوکی دیگه گو خورده در بچه تو ایگیر نکنه. نه اوکی حالا اینقدر ارتفاع خورد. حالا فرض کن میره زیر لاستیک گیر میکنه. هم میخنده. حالا بریم ماشین ایبری کنیم. بچه سراغ این طرفی این سمتی بریم بکنمش بالا. این ها سراغش اینجاست. بچه شستم زیر رو بریدم داشتم هدلایت میبستم. خیلی هدلایت فنرش گیر که جا نمیرم شستم کلا نابود شده. خب این از این خیلی خوشگل. الان کوب تا اینجا ببرش پایین. خب احتمالا یه خورده گیر و گور داره ولی باید درستش کنیم بعدش. بریم. من باید لاستیکاشو ببندیم که چقدر خوشگل. یاروش کجایی بچه؟ یاروش سبکو بیارم بچه. یه دونه از اینایی که اسمش نمید بوش داره فکر کنم اسمش بوشه. حالا اسمش بگین تو کامنت چیه. از اینا داره که میخوره اینجا پشتش. نه خب باشه. خب و اینم یه واشه. هر کی تونست اسم اینو بگید چیه و ببینم واسه چی اینو گذاشتم ببینم تو کامنتش پین میکنم. هر کی تو کامنت ها بگه. خب اینو که اینجا نصب شد میریم اونور. ببینیم این ور رو نصبش کنیم. رینگاش خداییش خوشگل نشد. او رنگ چیزش چی بود رنگش؟ رنگ نقره ایش خیلی خوشگل شد نشد. بنظرم واقعا ببین خیلی خوشگل نشد ولی از اون قبلش بهتر شده. این هم ببین میذاریمش اینجا تو دوربین هست که کادرم. خب حالا 1 2 3 بچه این همه الان کج شد. زور نداره سینا نگه. حالا بریم بیاریمش پایین. ناکن از این که بیایم ماشین پایین با یه خرط پرت قبلی شد و هرچی وسیله و اینا آوردیم یه پیچ اضافه اومد. خب اینا رو برداریم بذاریمش اینجا. خب بچه اینقدر کارگاه کثیف شده باید تمیزش کنیم. ناگه کفشو یه دور بریدیم. اره بریدیم پایور ساختیم. پایه رو ساختیم دیگه. چیکار کردیم دیگه؟ یه دور جوشکاری کردیم رنگ کردیم تو کارگاه. کلا همه چی به پاک رفت. جدی لاستیکاشو نگاه کن. ایوری حالا اینجوری شده. خب خم شده به تو. این دیگه کلا خم شده. امیدوارم بتون نگهشون داره وزنشون. بریم بیاریمش پایین. آماده هستین که ارتفاعشو بیارید پایین. ماشین رو روی جک بیاریمش پایین. چجوری شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بریم چی شد یا خدا. اون لاستیکش نشد. واه بچه چرا اینجوری رفت تو؟ داستان چی؟ اوه گفتم خم میشه. مشکل از کجاه؟ ارتفاعش که خیلی اومده پایین و خوشگل شده ولی یه مشکلی پیش اومده. لاستیکاش به سمت تو خمه. ببینی؟ این واسه اینکه اون ضعیفه. من میدونستم چه اتفاقی میفته. نگاه کن. شما عوضی دارین خوشین. خب اینو باید مهارش کنیم یه جوری باید مهارش کنیم. این بر دیگه خیلی خمه. نگاه این بر دیگه ایزیش بریم چه معلوم نمیشه. اوه نمیره پایین. یعنی این بر پایین تر. خب خیلی دیگه اومد پایین ولی خوشگل شد. ولی باید یه فکری واسش کنیم. اونها رو مهار کنیم که اینقدر نازک نمیشه. از این ویدیو اگه ویدیو دوست داشتید حتما لایکش کنید. چنل رو سابسکرایبش و بیا کامنت بذار که ببینیم چیکار کنیم. اگه چه ایده‌ای داره اینا نفسم وایساد. ولی اینو حتما یه فکری راش میکنم. اینجوری ولش نمیکنم بره. اینو درستش میکنم فقط توی ویدیو دیگه یا شورت یه ویدیو بلند دیگه. چرا؟ چون که الان گفتم دارم یه ساعت دیگه
ساعت 4 الان ساعت 2 من باید برم مسافرت به همه خاطر دیگه نمیتونیم کاری کنیم. بزن خداییش بچه خوشگل شد. حق نگذاریم خیلی خوشگل شد. خداییش حق نگذاریم خیلی خوشگل شد. ولی یه بچه یه مشکل دیگه هم تازه الان فهمیدم داره. فرمونش هم نمیچرخه دیگه. باید بیارنش بالاتر یا اینو مهار کنیم. کار من نیست. اون کاری که کردیم اندازه‌ها درسته. نه اندازه‌ها درسته. مشکل از کاری که من کردم. بیا اینا یه جا مهار کنیم. اون یه قد نازکه زورش نمیرسه نگرد. به همین خاطر یه فکر دیگه باید بشه.